بلندترین، عمیق‌ترین، سریع‌ترین، هرچی ترینه تو دبی جمع شده. چمدان‌های سفر، کم و کم 2 از 7. زمان ورود 100 تا 150 درهم از پول تو برای تردد تا هتل چنج کن. از صرافی‌های توی فرودگاه کلاً دوری کن. به صرفه نیستن. موقع چک کردن پاسپورت یه سیم کارت رایگان هم میذارن داخل پاسپورتتون. حواستون باشه از تو پاسپورتتون نیفته گم شه. یه گیگ اینترنت رایگان داره، به کارتون میاد. به صرفه ترین وسیله نقلیه دبی مترو که از داخل فرودگاه هم ایستگاه داره. ولی اگه دیر وقت رسیدین باید تاکسی بگیرین چون 12 شب تا 5 صبح بسته است. تاکسی‌های سقف قرمز دولتی ان. یکم از تاکسی دیگه به صرفه طرف، ولی چون تاکسی متر دارن تا به مقصد نرسین هزینه‌تون معلوم نمیشه. از اپ‌های تاکسی اینترنتی اوبر یا کریم استفاده بکنید که هزینه تا مقصد رو بهتون اعلام میکنه. فقط حواستون باشه اگه از کریم تاکسی بگیرید و سوار نشید جریمه‌تون میکنه. توی قطارهای مترو نباید چیزی بخورید یا بنوشید. 100 درهم جریمه میشه. دبی هم خیلی شهر تمیزیه. اگه زباله داخل شهر بندازین 500 درهم جریمه داره. ساحل‌های عمومی مثل جمیرا و کایت تجهیزات خیلی خوبی مثل رختکن و دوش دارن و از همه مهمتر این که نیاز به هزینه ورودی هم نداره. توی دبی مال حسابی کیف کنید ولی خرید نکنید چون براتون گرون تموم میشه. به جاش از دبی اوتلت مال توی حومه شهر خرید کنید. رقص فواره‌های معروف دبی مال هم از 6 عصر به بعد شروع میشه. آخرش هم 11 شبه. زودتر یا دیرتر اون سمتی نرید. یه چیز جالب هم راجع به برج خلیفه این که از طبقات 80 به بالا آفتاب دیرتر غروب میکنه. پس دیرتر هم افطار میکنه. توی دبی هم نگران وسایلتون نباشید. هر چیز ارزشمندی هم وسط خیابون بذارید و برید هیچکس باهاش کاری نداره. امن.